آیا شنیدی که این روزها سینمای ایران پر از حواشی شده؟ از جنجال‌های پشت پرده فیلم‌های جدید گرفته تا شایعاتی که بین بازیگران و کارگردان‌ها داره دست به دست می‌چرخه. ولی خب یه سوال بزرگ، این اتفاقات چه تأثیری توی روند سینما میذاره؟ آیا این حواشی به نفع سینمای ایران خواهد بود یا نه؟ امروز میخوام در مورد جدیدترین شایعات و اخبار سینمای ایران صحبت کنم. همراه من باش چون این ویدیو قرار خیلی داغ باشه. سلام، من مسعود هستم. اینجا تو حواشی به کانال خودت خوش اومدی. امروز میخوام در مورد آخرین اخبار و حواشی سینمای ایران صحبت کنم. اگه تو هم اهل سینما هستی و میخوای بدونی که پشت پرده سینمای ایران چه خبره، این ویدیو رو از دست ندید. یکی از بزرگترین حواشی این روزها در سینما اختلافات بین بازیگران و کارگردان هاست. مثلا امیررضا دلاوری به خاطر انتقادهای شدیدش از جمشید زرگرنژاد پروژه رو ترک کرد. یا شنیدی که یکی از فیلم‌های معروف به خاطر تغییرات در آخرین لحظه مجبور شده به سرعت فیلمبرداری رو ادامه بده؟ این اتفاقات و شایعات چه تأثیری توی کیفیت فیلم‌ها میذاره؟ آیا این موارد فقط حاشیه ساز هستن یا واقعا مشکلاتی پشت این داستان‌ها وجود داره؟ به نظر این اختلافات میتونه به سینمای ایران آسیب بزنه یا صرفاً حاشیه سازیه؟ حتما نظرت رو برام کامنت کن. اما از اون طرف سینمای ایران پر از فیلم‌های جدید و پرفروش هم هست که این روزها در موردشون صحبت میشه. یکی از این فیلم‌ها که خیلی حسابی بحث برانگیز شده کیک محبوب من هست. فیلمی که بازیگران معروفی هم توش حضور دارن، ولی شایعاتی در مورد مشکلات پشت پرده تولیدش مطرح شده. جالبتر این که بعضیا میگن که این فیلم به شدت با قوانین سانسور در ایران مشکل داره. حالا این چطور میتونه تأثیر بذاره روی صنعت سینما؟ آیا این فیلم قرار موفق بشه یا نه؟ اگه این فیلم رو دیدی نظرت چی بوده؟ به نظرت حواشی مربوط به اون باعث موفقیت شده یا نه؟ حتما توی کامنت ها بهم بگو. و البته جشنواره ها هم همیشه داغ‌ترین حواشی رو داشتن. یکی از جشنواره های معروف سینمای ایران این روزها جنجال هایی به راه انداخته به خاطر انتخاب فیلم ها. خیلی ها میگن که فیلم های با کیفیت بالا جایی توی جشنواره ها ندارن و بیشتر فیلم ها تحت تاثیر روابط خاص انتخاب میشن. این شایعات حقیقت دارن یا واقعا این جشنواره ها به کیفیت و خلاقیت اهمیت میدن؟ تو توی جشنواره های سینمایی به چه اهمیت میدی؟ به کیفیت فیلم ها یا به پشت پرده روابط و شایعات؟ تو کامنت ها بهم بگو. خب اینم از آخرین حواشی سینمای ایران. امیدوارم که این ویدیو برات جالب بوده باشه. اگه تو هم مثل من عاشق سینمایی و میخوای از آخرین اخبار و شایعات دنیای سینما با خبر بشی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. زنگوله رو هم بزن تا هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندی. بهم بگو بیشتر در مورد چه موضوعاتی برات ویدیو بسازم. توی کامنت ها بنویس تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.